سوال من همین بود که امی زنک وقتی که اوزی میرود از تب اوزی میکنن باید بعد امو روزدار بشن روزش میشکن نه اوزی به روزه رابطه ندارد. اوزی به روزه رابطه ندارد. یگان خیل از پایان میبیند وای به شما یگان خوراکواری یگان چیزی ویتامین نمیدهد که به شما قوت شود. یگان خیل ضرر ندارد. باید بعد امو آمدن افجان آبازی کردن در خیر خورشان غسل کنید برای تازگی خوب از غسل فرض نمی شود و برای سلامتی برای تازگی هم میدونید که از وقتی اوزی میکنن داروی چیزی میکنن که نمیدونیم از چی ساخته شده است. شاید سپیرت دارد. برای تازگی غسل کنید. چی ضرر دارد؟ 3 دقیقه غسل میکنید در شرایط های حاضره. اما فرض است؟ نه فرض نیست. شما وقتی نماز است میتوانید اول نمازتون رو خوانید بعدا غسل رو برای تازگی کنید برای از شبهه دور شدن کنید. اما فرض نمی کند. از پایان اوزی کردن یا سویچی ماندن غسل رو فرض نمی کند. سلام رحمت الله برکت. اول مجان سوال من درباره محض کردن موی سر زنک بود. وقتی که موی سر زنک پس بافتگی باشه ای همون لازمه که باید در درون هم بافتگی هم کار شود تا پشتی گردن در وقت غسل کردن؟ در وقت طهارت کردن. در وقت طهارت کردن موی رو ما مس میکشیم که مس کشیدن شستن نیست. مس کشیدن دست ترتان رو به سرتان میرسانید همین است. در وقت غسل است که تمامی پوست سرتان باید تر شود. اما در وقت طهارت کردن سر رو فقط مس میکشیم همین.